در بازی شب گذشته بارسلونا به مصاف اتلتیکو مادرید رفت. بازی در متروپولیتانو بود. آب اناری ها که بازی رفت هم تیم مادریدی را شکست داده بودند، در این دیدار هم درخشان ظاهر شدند و توانستند به پیروزی 3-0 به دست بیارند. بازی در دقیقه 6 ماراتا در محوطه جریمه با پاس کلیدی ریکلمه به توپ رسید، اما با مقاومت آراخو تهدید دفع شد. 1 دقیقه بعد بازم دی پاول می توانست دروازه را باز کند، اما ضربه او با اختلاف چندان زیادی از کنار دروازه به اوت رفت. در دقیقه 17 لواندوفسکی در بین مدافعان اتلتیکو مادرید گذاشت. بلافاصله ضربه‌اش را زد، اما با دفع بازیکنان حریف دور شد. در دقیقه 38 پس از حرکت عالی گوندوگان و لواندوفسکی در محوطه جریمه به توپ رسید و در مقابل دروازه توپ را فرستاد و آنجا فیلیکس گل اول تیمش را زد. در پایان دقایق نیمه اول جاوی هرناندز سرمربی بارسلونا به دلیل اعتراض شدید از بازی اخراج شد. در آغاز نیمه دوم لواندوفسکی موفق شد که گل بزند تا اختلاف را بیشتر کند. اتلتیکو بعد از خوردن گل دوم جلو کشید و موقعیت‌های خطرناکی را به وجود آورد، ولی نتوانست آنها را به گل تبدیل کند. در بازی در دقیقه 65 سانت عالی لواندوفسکی با ضربه سر فیرمین لوپز تبدیل به گل شد. بعد از خوردن گل سوم اتلتیکو مادرید توپ را در اختیار داشت، ولی نتوانست بازی را خوب مدیریت کند تا در دقیقه 92 بازی مولینیو به دلیل خطای خشن از بازی اخراج شد و لحظاتی پس از اخراج او داور سوت پایان بازی را زد تا تیم جاوی هرناندز برد 3-0 را به دست بیارند.